سلام دوستان عزیز، خدا کنه حالتون خوب و سر حال باشین. یک برنامه جدید به اسم روخ است که از این ورد به افغانستان میتونید صحبت کنید. خب من طریقه وارد شدن برایتون تو این ویدیو آموزش میدم. بار اول امین روخ که الان ما نصب کردیم، شما مثلا از لینک یا اون لینکی که تو واتساپ براتون میفرستیم نصب میکنید. خب نصب شد دیگه، روی روخ کلیک میکنید و باید فیلتر شکنتون خاموش باشه برای این برنامه. و شماره ایرانتان وارد میکنید که به شماره ایران میخواد وارد برنامه شوید. همون را وارد میکنه، بدون صفر وارد میکنه، به خاطر که اونجا بالا خودش کد شرکت زده شده اینجا. خب بعد این قوانین هم کلیک میکنید اینجا رو، بعد ورود میزنید. خب اینجا را کلیک کردم و ورود کلیک میکنم. خب اینجا برای ما یک کد اعراض هویت میاد که اینجا باید وارد شوه کد. بعد تایید میزنید، وارد برنامه میشید که همون کد زودتر باید وارد کنید به خاطر که 3 دقیقه وقت داره. خب کد آمد، من میخوام کد وارد کنم 25230. خب بعد ورود کلیک میکنم. به همین راحتی شما میتونید وارد برنامه روخ شوید. بعد اینجا برایتون حالتتون نشان میده که آنلاین هستین و همون بسته که براتون فعال میشه اونا رو الان میخوام براتون آموزش بدم که چطور از افغانستان براتون زنگ میاد و زنگ میزنید. خب بار اول که شما میخواد از سمت افغانستان برات زنگ میاد، 100 دقیقه‌ای میخواد که شماره افغانستان رو باید اینجا ثبت کنید. خب چطور شماره را ثبت کنیم؟ اینجا 3 تا نقطه بالایی که هست اینجا را کلیک میکنید. بعد اینو که کلیک کردین مخاطبین رو باید کلیک کنید. مخاطبین اینجا را باید کلیک کنید. مخاطبین من را که کلیک کردین، شما باید شماره افغانستانتان اینجا، یعنی شماره فامیلتون که از اون ور برات زنگ میزنه، شماره فامیلتون رو باید اینجا ثبت کنید. تا ثبت نکنید زنگ برات نمیاد اینجا. خب امیر کلیک میکنید نقطه بالایی را. اینو کلیک کردین، شما باید شماره افغانستان تا نگه تو اتصالات سریباس هر چی هست اینجا باید وارد کنید و بعد ورود کلیک کنید. تایید. خب من یک شماره را الان کلیک میکنم. خب شماره را کلیک کردم، الان ورود کلیک میکنیم، یعنی تایید. شماره اینجا برای ما اضافه شد. شماره برای ما اینجا اضافه شد. اینجا همین شماره برای ما اضافه شد. حالا از اینجا میخوایم بیرون بیام که بزنیم دوباره بالایی رو، اینجا رو. بعد اینجا 3 تا شماره هستن. همین 3 تا شماره شما یکی از اینا رو برای فامیلتان میفرستین. فرقی نمیکنه اگر شماره افغانستان اتصالات تریبا هر چی باشه، فرق نمیکنه. شما یکی از شماره فامیلتان که اونجا ثبت کردین، اریبا بود، اتصالات بود، هر چی بود که شماره میخواد از اون بعد برات زنگ بزنه، اونجا ثبت میکنید. بعد یکی از این شماره را به فامیلتان میفرستین که از اون بعد براتون زنگ بزنه. یکی از این شماره را که براشون فرستادین، بعد دوباره میاد وارد برنامه میشی و از برنامه خارج نمیشی که برات زنگ بیاد و فیلترتون حتما خاموش باشه. انشالله که به خوبی ازش استفاده کنید.